کارمندان پلیس نویه مسکو شهر سنت پترزبورگ روسیه دو مرد 29 ساله زاده جمهوری داغستان را که در یگان جا کار نمی‌کردند با اتهام غارتگری دستگیر کرد. نشریه محلی گازت اسپب رو خبر داد که یک شهروند 35 ساله تاجیکستان به پلیس مراجعت کرده خبر داده است که شام 5 اوگوست در نزد بنای رقم 34 در کوچه زاستاوسکایا دو مرد ناشناس با پیستولت به او تهدید کرده با زوری سمکش را که در داخل اون 25,000 روبل داشت کشیده گرفتند. غارتگران بعد این به ماشین تمغه شکودا رپید نشسته از جای حادثه فرار کردند، ولی به کارمندان پلیس میسر شد که خیلی زود شخصیت غارتگران را معین و هر دو را دستگیر کنند. پلیس نویه مسکو در رابطه با این قضیه با اتهام غارتگری پرونده آغاز کرده است.